من از آن روزی که گلهای پژمرده دایه خود را به چشم سر می بینم، دیگر به شکوفه های سبز دیارم باور نمی کنم. بغض گلویم را می گیرد، زیرا طی چندین سال آخر دایم فرزندانی سازندش را به خاک می سپرد که نه رستم داریم و نه سیاوشه، در حالی که ما به رستم ها ضرورت داریم تا سیاوش ها را به کمال رسانیم. امروز دایه من عزادار است، فرزندهای جسور و دلیر و توانایش را دور انداختند. از این رو اگر من خندم جهان می گرید، زیرا باز یک هنرمند توانایمان رفت. هر بار که چنین افراد با استعداد هنرمند از این دنیا رخت سفر می بندد، حس می کنم که تاره درون سینه‌ام کنده می شود. امروز قلمم فریاد بلندتر از زوزه های گرگ های دشتی می زند. بله، امروز من درباره عزیز محمد می نویسم که با روح او مکالمه دارم. درباره آرزوهای برباد رفته اش حرف می زنم و به آرزوهای نیکش هنوز امید دارد. دردهایت را چه زیبا با تبسمهایت می گفتی، دردهایی که از دغدغه های بسیاری ها تفاوت داشتند. مرا ببخش، امروز درک کردم که دردهای تو چکامه نبودند که آنها را چون دیگران به صحنه درآوردن می‌خواستی، زیرا دردهای تو نهفتنی و نگفتنی بودند. امروز برای تو ناچار بگریم، با تو همه خندیدم و این بار بگریم. در مضحکه عمر فرومایه بخندم، در فاجعه مرگ تو بگذار بگریم. مانند به ابری که درونش پر باران، اندر سر گور تو به تکرار بگریم. کس نیست که اندوه مرا صحنه برآرد، از صحنه فرود آمدی تا زار بگریم. با جمع شدی و منی تنها به کی ماندی، یا خواستی کم خندم و بسیار بگریم. پدرود عزیزی دل و شادی قریبان، در خواب تو را بینم و بیدار بگریم.